آثارخانه مرکزی شهر حصار. اینجا یک روزگار منیر مجرا دارد. مطلع مهر، منشأ اخلاص مثل که همین جاست. تاریخ اینجاست، دیروز، امروز. هر گوشه داستان، قصه، افسانه دارد بله. و این شناختها ما را با خویشتن آگاه می سازد. به قول آشنای کار و مرد ره می نماید. و ما گروه ایجادی این مراتب آمده مهمانی به این آثارخانه تاریخی به جستجو، به تماشای این گوشه با نفوذ که متعلق بوده به چهره نوبتی برنامه سابقه‌دار مهنت معارف پرور جمال‌الدین شمس‌الدین. جمال‌الدین شمس‌الدینوف نیم عصر با تعلیم و تربیه نسل نورس مشغول بودند. امروز شاگردان زیادی دارند که در جاده‌های مختلف کار و فعالیت دارند. جمال‌الدین شمس‌الدینوف صاحب کتاب نیز میباشند. درباره تعلیم و تربیه، درباره بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان، درباره صداقت به وطن، درباره پایداری عائله‌های جوان، درباره محبت به دیار خویش و دوستی و برادری در تمام روزنامه و مجله‌ها در مطبوعات دوری очерк، قصه و مقاله‌هایشان پیوسته انتشار می‌گردد. کار و پیکاری این مردی نجیب، این مردی شریف نمونه عبرت است در شهر حصار. آبروی و اعتبار مقام خاصه خود را کسب کردند. همگی میشناسند، میدونند. جمال‌الدین شمس‌الدین چهره سرشناسی ملت، زاده روستای شاهانی حصار زرنیسار، ختم کرده دانشگاه دولتی آموزگاری به نام استاد صدرالدین عینی. راهی طی کرده. سالهای 1965-1970 دانشجوی دانشگاه دولتی آموزگاری به نام استاد صدرالدین عینی. سالهای 1970-1974 آموزگاری مکتب رقم 2 شهر حصار. سالهای 1974-1995 جانشین و سالهای 1995-2012 یعنی تا فرصت نفقه سروری مؤسسه رقم 39 شهر حصار. آثاری تالیف کرده. استاد زنده یاد، سفر کردن جهان دیدن، مشعل فروزان، شاهان، شاه دهه ها، تاجیک پسری دلیر، یاوری مرشری غلبه ژوکوف کنستانتین و گوهری عمر. قدردانی ها. عضو اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان، علوچی معارف خلق، علوچی فرهنگ تاجیکستان، برنده جایزه پرزیدنتی، دارنده اردن دوستی، دارنده عنوان فخری کارمند شایسته تاجیکستان، 5 دعوت نمایندگان مردمی در جماعت دهاتی خانقاه کوهی. عین زمان نفقه‌خوری اهمیت دولتی و اعضای پلنوم شورای سابقه‌داران جنگ و مهنتی تاجیکستان. فرزند قابل، پدر غمخوار، رفیق شفیق، باباجان دیده‌دارا، چهره سرشناس ملت، معارف پرور جمال‌الدین شمس‌الدین. استاد گرامی، زندگی رو تا به همین مرحله همان گونه ساختید که در جوانی آرزو میکردید، نقشه میکشیدید و کوشیدید که به کل همون آرزوها رسیده باشید و زندگی را با همون آرزوها شیرین بنمایید، و یا اینکه افسانه تقدیر شما را برد به شیب و فرازهای زندگی و آورد تا به این کو. پدرک نگفتن که زندگی بی آرزو شیرین نبود، زندگی را آرزو شیرین نمود. وقتی که من جوان بودم و سندم با خواندن مکتب موافق شد و با صنف یکم مؤسسه ده قدم گذاشتم، آن حسن و توجه، آن مهربانی، آن علم آموزی آموزگاران اولین دیده شوق میکردم و با آنها پیروی میکردم. در دل علیه همون وقت در کودکیم در قدم های اول به استان مکتب گذاشتنم آرزو میکردم که مانند همون آموزگار شدم.
دو آموزگار خیلی خوب داشتم در سیوای ابتدایی. یکی محیدین صدرالدین نام داشتن، دیگری قاسم بابا مراد. اساس معلمی من سیوای ابتدایی محیدین صدرالدین بودن. خیلی زبان شیرین داشتن، لفظ زیبا داشتن، با زبان ادبی صاف تاجیکی سخن می‌راندن. باور کنید من رفته در خانه خیال میکردم الکی صنف یکی همون آدمی که همین خیلی گشت و گذار میکند، قدم میگذارد، لباس میپوشد یا سخن میکند، همون آدم آموزگار میشد، همون آدم معلم میشد. من رفته در خانه در یک جای خلبت، در یک خانه خلبت در اومده به همون استادم مانند قدم میزدم، به همون استادم مانند سخن میگفتم. همین عشق آموزگاری که تمام خوشی‌های زندگی، جهان، دنیا و وطن جاناجان ما از همین عبارت سرچشمه میگیرد، آن همین است آرزوی اولی من. اگر که همین آرزو باشد و در وی عشق نباشد و جامعه عمل نمیپوشد، برای به آرزو رسیدن بود در وی عشق داشتن در کار. باز یک شعبه بزرگان رو باید میبرم، میگه اگر به عشق بودی جان آدم، کی بودی زنده در دوران آدم؟ آن همین آرزوی عشق اگر یک جای شود، انسان به همه قله‌های بلندش میرسد. من اینا در این سندی کلان سالم پیش از همه در سیمای سرور دولتمون محترم امام علی رحمان دیدم که در روزهای اولی در یک مملکتی که جنگ زده بود و پراکنده بود و یک دیگر نافهمی بود و این فرزند جوان ملت خلق باوری کرده همین آینده این ملت رو به دست این آدم سپاریدن. آنها همه خیلی عشق داشتن، همه خیلی نترسیدن، نهراسیدن، همه آرزوهاشون عملی کردن. امروز ما گفته نمیتونیم که 33 سال، همین اگر باور کنید نه یک 20 سال شد که ما همین با قدم‌های اساسی قدم گذاشته ایستادیم. بودن در گروه ها، اگر احتیاط نکنیم شاید حاضران در اون گوشه باشن. ببینید در مدت همین 33 سال یک مملکت افسانه‌ای با پروردگار به ما لایق بینون. بله، قدم میزند، صبور، متین، توانا و با امید بهی کار قدم میزند و نمیتواند به تفاوت بودن حتی در این مرحله مبارک عمر نیست. زیرا جمال الدین شمس‌الدین از روزی که سر عقل آمد با هدایت مادر خود را فدای راه ادب و خوشچین باغ معرفت دریافت و دیگر پیوسته کوشید از فضیلت و خیرت رسالت بیافرد. در این راه واقعا زیاد کوشش ها، زحمت ها و طلب و پرخاش ها را پشت سر بنموده بود. کنون صاحب صبر و صاحب مقتل اعتراف شده. دیگر می توان او را به یک درخت نیرومند که پر از شاخه و برگ و میوه است شبیه کرد. استاد جمال الدین شمس‌الدین معارف پروری، حقجو و حق‌گوست، شجاع، با اراده، فدایی، نکته‌سنج و پرکار، چون نوروز پرجلوه و پردیده و پرگل بهار وطن و خوشا به حالش که این همه برکت را از راه صداقت و زحمت به رسالت دریافته. این درگاهی هست که از گذشته نوید دارد. این درگاهی هست که امروز رو خیلی زیبا انعکاس می‌نماید. این درگاهی هست که اگر وارد می‌شویم مثل که برای آینده ها آرزوها در صفهای باطن طغیان می‌کند. سوال همین گونه، شما با گذشته خویش، با گذشته پشت سر کرده ارتباط دارید تا هنوز و یا اینکه گذشته ها گذشتند؟ انسانی که گذشته خود را نمی‌پرستد، وی را حرمت نمی‌کند، وی را زنده نگاه نمی‌دارد، کاری وی پیش نمی‌رود. شاعر میگوید که کسی که تاریخ خود را نمی‌داند، او را نمی‌آموزد و از او سبق نمی‌گیرد، با پرنده نابینای ماننده است که
او پرواز میکنند اما نمیداند فرودگاه او کجاست. بالای آب، شعله آتش و یا درخت سرسبز. برای همین من پیش از همه با گذشته خود فخر میکنم. این 30 ساله 35 ساله نه، 1000 ساله ها از دولت سامانیان. ما در همون دوره سامانیان همه خیلی دولت داشتیم، همه خیلی سرور داشتیم، همه خیلی پادشاه داشتیم. همین بزرگان امروزه ما همون رو آموختن، در حیات تطبیق کردن و پیش از ما آموزگارا فخر میکنیم که همه خیلی فرزندان رو همه خیلی شاگردان آموزاندیم. من پیش از همه سابقه داری سایه معارف، علم، معرفت و شاگردان امروزه و فرزندان خوشبختی امروزه هم میگویم که پیش از همه به گذشتگان خود تکیه کنند و با امروزگان پیوست شوند، از این هم تجربه گیرند. فرد رو از همین سرچشمه بسازند. مانند سروی دولت. میتوان زندگی رو از دانستن زندگی نامه انسان‌های همان دور شایسته شناخت. البته همین کلمه شایسته خودش چیزی مقدس. همین خوبی‌های زندگی رو در همین تجسم میکند. علم زبانشناسی ما، فرهنگ ما، ادبیات ما. یعنی وقتی که همون تاریخ خود رو می‌آموزید، خب با جوانان تلقین میکنید، البته باید پیروی میکنند. من گرچند که نیم عصر در ساحه مکتب و معارف همین 55 سال نیم عصر همین سرور مکتب بودم. پیش از همه در همون مؤسسه کوهستان کار میکردم. من سالهای وزنین، سالهای جنگ شهروندی، در همون سالها من در همون مکتب آثارخانه تاریخی همون دیه رو تشکیل کردم. یک آثارخانه تشکیل کردم. آن همون تاریخ بابایان، آنهایی که اولین شده ساخت کالخوازی را برقرار کردن، آنهایی که اولین شده مکتب معارف را تشکیل کردن، آنهایی که اولین شده فرهنگی غنی پرغناوت و پرتربیوی ما را در اونجا وای کردن، معرفی کردن. یا درباره ساختمان، یا درباره تجارت، یا درباره خواجگی قشلاق، باغداری، غله‌کاری، همین چیزا رو ما در همون آثارخانه جای دادیم. شاگردان میدیدن، میرفتن با آنها پیروی میکردن و تا روحشون شاد باشد اولین دیرکتور همین آثارخانه رفیق قادروف من رفته وقتی که سمیناری آثارخانه های شهر حصار را سنجیدن، آثارخانه کوهستان ما مؤسسه تعلیمی رقمی 39 به نام نورمراد کبیروف در شهر حصار در اسپوک جای یکم گرفت. همون سال درباره اینقدر اونونو با من خبر ندارم، علوچی عنوان علوچی فرهنگ رو دادن. این وقتی من است. این همون آرزو رو با عشق یکجایی کردن است. این همون تاریخ رو پاس داشتن است. وقتی که من به نفقه برآمدم، باز حکومت شهر حصار، شورای سابقه داران، مرا رئیس شورای سابقه داران جنگ مینید جماعت خانقاه کوهی که جماعت‌های کلانترین 27 محله در کوهستان است تعیین کردن. من گفتم این کاری جمعیتی است. ما از مرکز شهر 30 کیلومتر دوری داریم. رفتن در کار، اومدن در کار، سیندم به جای رسیده است. در نزد خود هر هفته میبید مجلس است، مؤسسه ها میروید و مجلس ها میگذرانیم، حکومت با من در نزد خود مقصد گذاشتم که من میکنم این کارو. برای چی نکنم؟ برای اینکه دولت برای من اینقدر غمخوری، اینقدر قدردانی کرده است. باور کرده است. من همین کارو به کله گرفتم. شاید علی خانواده گفته باشم که به پیری کجا میرید. اینو به کله گرفتم. باور کنید نگینا جان، یک 5 سال پیش در نزد خود مقصد گذاشتم که من در همین جماعتی خانقاه کوهی شهر حصار باید همین 27 قشلاق رو گردم با فعالانی و مخصوصا دیرکتور مؤسسه، رئیسای محله، ملاها هم صحبت شدم، پیرای خردمند. 1 سال به پیری خود نگاه نکرده، با بعضی وقتا درماندی خود نگاه نکرده، من یک گوشه تشکیل کردم. 130 نفر و در همین تالاری مجلسگاهی همین بینا، همین کارخانه تاریخی است، اون رو میبینیم. 130 نفر فعالان جماعت خانقاه کوهی، دپوتات‌های شورای عالی، نمایندگان مردمی در مجلس عالی، اولین عالمان، اولین شاعران
چهره‌های سرشناس تو حتی اگر باور کنید خواهر جان یک تا نانوای یک تا هنرمند نانوای از همین جماعت خانقاه نانپس مدال شایسته دارند. این فخر نیست؟ این قدردانی سرور دولت ما نیست که با نانوای پیشتر نانوای رو نمیشناختند یک چیزی عادی میحسابیدند. انا هنر همون کسو وطن ما سروری ما قدردانی کرده وای کرده است مدال شایسته بهترین مدال. برای همین ها رو من وای کردم و با جهد و تلاش خودم بردیم در کارخانه ها پیوست کردیم. من یک تاش در استخوان‌خانه شهر حصار، یک تاش در تالار جماعت خانقاه حصار، 27 مؤسسه تعلیمی میانه و اساسی ابتدایی هستند. در همین در 80% علاقه بردن همون سروران مکتب آویخته موندن. این یک مکتب حیات میشد. وقتی که میبیند بابای وی اشتراکی جنگ بزرگ وطنی با 2 اردن ستاره سرخ آمده است و با وی پیروی میکند، یا که اشتراکچی جنگ بشردوست افغانستان رو در اونجا دادم، یا که اشتراکچیان جنگ ونگریا رو، یا که واقعه چرنوبیل رو. همین این و فکرم جهتی تربیتی دارد. جهتی تربیتی دارد. من با این چیزا من خودم را خوشبخت می‌حسابم. آره، خیلی سعادتمند است که یک عمر با نیت سبزیدن و سبزانیدن، با نیت کامل شدن و کمال یافتن و با نیت آب و تاب یافتن و مستقل و هوشمند و آزاداندیش و فردابین شدن فرزند خلق تلاش کرده. صادقانه و عاشقانه با محبت و باوری پیش شاگرد زبان گفتگو کشادن و بزرگی وطن را سراییدن شعارش بود در طول زندگی و کنون پاداش زحمت‌ها احترام و عزت خرد و کلان را لایق گشته که حق اوست. شاعر گفت مای ما نیم جانه و هر دم هزار آه، اینک به باد می رود آن نیز دم به دم. آه یعنی که یأس، ناامیدی، فراق، همین طور نه استاد؟ یکی از احساس هایی که قلب ما انسان ها جایگاه همین احساس هاست. شما ان همین احساس منفی را در کدام مرحله عمر درک بنمودید؟ در خون و پوست خیش، در جان خیش. چون همه احساس ها مکان دارند در قلب انسان، هم احساس خوشی هم ناخوشی، هم احساس بردباری، موفقیت، غالبیت، هم ناامیدی، احساس دوست داشتن، احساس بد دیدن. و چون مغزی هستی که عبارت است از سیاهی و سفیدی، در روند زندگی انسان حتما از این باده ها نوش میکند. نگران جان، من از پری خودم میفخرم، چون که خار نیستم، زلال نیستم، بی ابرو نیستم، محتاج نیستم. من دولت دارم، فرزند دارم، برادر دارم، شاگرد دارم. خب انسانی که به قدر این خدمت من میرسد دارم. انا این حالت گفتگی شما در دوره نیم جوانی و نیم کودکی من به من نصیب گردید. شاید اگر همونجا شادروان مادری غمخوری من نمی شدن، من برای این خلق هم به این درجه خدمت کردن نمیتونستم. همون چیزای خاکسارانی که نوشتم 7 کتاب تربیوی آن رو نوشته نمیتونستم. درباره فعالیت آموزگاری و سروری من نویسندگان و عالمان 2 کتاب نوشته نمیتونستم. یا من سزاوار همینقدر قدردانی حکومت و دولت نبودم. وقتی که 5 دکبر سال 1963 شادروان پدر من اشتراکی جنگ بزرگ وطنی رئیس خارجگی در سالهای وزنین سالهای جنگ که خلق را از گرسنگی، از خشوقی، از مرگ نجات دادن، 5 دکبر سال 1963 وفات کردم. من همگی صنف 9 میخوندم. آن وقتا فرزند بزرگ عائله بودم. مادرم وای کردن 7 یتیم بچه در اختیار من بود. برادری خردی هم 6 ماه در گهواره بود. خیلی 2-3 سر گاو موند، بوز موند، بسپند موند. لیکن شما تصور کنید اون وقتا در قشلاق‌ها مؤسسه‌های تعلیمی میانه نبود. ما از دهه شهان تا دهه قیبچاق 6 کیلومتر راه رو هر روز پیاده میرفتیم، پیاده میآمدیم. ماشین نبود.
باور کنید لای برف. همون سال که پدرم 5 دکبر از دنیا گذشتن دیگر من از پختچینی اومدیم واقعا همین خیلی دیگر با مکتب اومدن نتونستم. از همون 2 دهه 10 نفر میخوندیم. می اومدیم گروه بچه‌ها میخوندیم میرفتیم. دودر خم دیدم. مادرم رو نگاه بین کردم. مال خالی که از پدرم موند و نگاه بین کردم که این یتیم بچه‌ها گوشه نمونن. لوج نشوند. یعنی این در من یک یأس ناامیدی همینجا پیدا شد. لیکن وقتی که مادری خوشبختی من سال دیومی خانیش نزدیک من آخر اوگوست من اجازه گفتن جمال الدین لبای مادر جان تو امسال به مکتب میروی تو میری مکتب رو میخونی نه مادر جان من میرم دادر کمک کی نگاه میکنم اون وقتا باور کنید ما رفته برای همین گاو و بز و گوسفند ما از راههای دور 10 کیلومتر با خرخس جمع میکردیم گفتن که بچه جان من از تو باوری دارم تو میری مکتب رو میخونی در دهه قیبچاق بعد مکتب میبیایی باز انمی مال حالت تو دادر کتو من نگاه میکنم خوشبختانه همه خیلم شد باوری مادر این باوری مادر به من رویه بخشید قوت بخشید من همین یاسی ناامیدی برو ورد باور میکنید من اومدم 2 سال دیگر در دهه قیبچاق خواندیم از همون دهه شاهان 6 کیلومتر پیاده می اومدیم با دلیلی پگویروزی از دیگر خواننده‌هایی که از همین دهه می اومدن با پیش می اومدیم جوشون جانه شد استادم زرگرف جمال الدین مینداری میکردن میگفتن که ببینید که همین بچه‌ها 6 کیلومتر از راه دور میبرن پای پیاده در لینی که اولینش تا اشتراک میکنن بعضی تو نو از خونه اومدی گفتم نمونه عبرت بودیم با همین با سری بلند من 11 رو تمام کردم باز مادر جانم گفتن که بچه‌م تو میخونی او مادر جان چه خیر میشد شهر دوشنبه رفتم باوری دارم گفتن تو میخونی ادامه میدی با دادر خودت میبینی منم میبینی رفتیم در دانشگاه آموزگاری اون وقت با نام انا تراسکری و شیفچنگ گفتن حاضر استاد صدرالدین عینی داخل شدیم جناب عالی در یک برآمد چون گفتن که همین بعضی جوانای ما که در راههای بد میروند افراطگرایی میروند دیگر راهها اینا از بیکاری است دانشجو در مکتب عالی 6 ساعت میخواند 2 ساعت وای درس سر میکند باقی مانده بیکار وای بچه بوزبالا دختری بوزبالا وای بیکار همین کجروی ها از بیکاری میشن آیا ممکنه همه برون در دانشگاه طبی باشد در یک بیمارخانه کار کنند آموزگاری باشد در یک جا کورسای آموزگاری شبانه است در اونجا کار کنند دیگر تکنیکی باشد دیگر جای کار هست کار آدم تربیت میکنند در همون سالها ما برآمده با یک معلمم که جانشین درباره اون کس من عمری پرثمر یک کتابم نوشتم معلم خیمه بودن 50 تا طبیب تیار کردن اون کتابشون در اینجا هست سال گذشته این کتاب چاپ شد در یک باغچه رقم 54 که من در بالای اتفاق نویسنده حالم است در هم باغچه ما شبانه کار میکردیم تصور کنید ما چیکار میکنیم علامون بودیم قراول بودیم تابستان در پشت خطبیار و خطبر بودیم همون دادرکای خواندیم مادر نگاه کردیم امروز همون برادرای من تا درجه پروفسوری رسیدن عالمی رسیدن خب با سری بلند برای این وطن دکتر فنهای طب در خود کالیفرنیا با اهل عائله‌اش با راهخط وزارت تندرستی جمهوری کار کرده ایستاده است همش نتیجه از همین راه ناامیدی گشته با تشبث مادری شادروانم خب با زندگی حقانی سرفر رفتنم از کودکی در مهنت چون پلا آب و تاب یافت زیرا کودکی‌هاش یک اندازه یأس داشت و رنج داشت و ناامیدی و می‌لرزید و می‌پیچید از قحطی زمان و از غم و درد یتیمی گاه کودکی‌هاش می‌سوخت در حسرت پاره نان جوین و در حسرت پیاله پر شیر و اما مادر مشت پرش که از فرزند امیدی ثمری داشت به او رسوم زیستن آموخت از مهنت برکت دیدن را از آموزش دانش اندوختن را و از صداقت عزت یافتن را پیوسته به پسر هشدار میداد مادر که این حکمتی برداشته از حضور مادر فرشته
تا هنوز به زندگیش رنگ و ریب دیگر میبخشد. واقعا حق حلالش است در این مرحله عمر استراحت داشتن و راحت برداشتن، اما نه، استراحت و فراغت را باز هم در مهنت می‌بیند و دم بیغم را نیز از کارزاران می‌جوید که باز هم حلالش با. خیلی زیاد ایجاد کردید استاد، از رنگ و رنگی های زندگی نوشتید. چگونه نوشتید استاد؟ آنگونه که دیدید نوشتید روند زندگی را و یا آنگونه که دیدن میخواستید نوشتید؟ دانشجوی کورس یکم و دوم دانشگاه آموزگاری شهری دوشنبه شدم. بسیار علمای بقوا درس میدادن. ناصر جان معصومی، خالق میرزازاده، داملا میرزایف، حکیمова، طلا پولادی، ده ها علمای بزرگ. همشون علمای خوب بودن، معلمای خوب بودن. لیکن جایشون شاد باشد ناصر جان معصومی چنان درس میدادن. شما میدونید آن کس از پی عنوان نمیدویدن، فقط از پی کار علمی بودن، از پی آموزنده هم بودن. در انستیتوت زبان ادبیات راهبر بودن، اومده درس میدادن. آن همون مهری آینده با قلم سر و کار پیدا کردن من پیش از همه انمی عالم بزرگ ناصر جان معصومی بودن. اون کس گرچند زاده سمرقند هم باشن، خیش توارشون در دهه قرطاق آوازاداری ما گذشتگی باشن، هم بعضی خیش توارشون در دهه ما بودن، می اومدن. بعد همکورس هم جوش جنت باشد پروفسور شمس‌الله اسماعیلوف یک روز با من نصیحت کرد که جمالدین تو درباره همین بعضی حیات و ایجادیت همین عالم بزرگ خبر داری، خیش توارشون بودن، تو بعضی مواد تیار کن، من بعضی مواد تیار میکنم، درباره همین استاد جنون یک کتاب بنویسیم. آن همین سالهای 76 بود، 78 بود، سبب شد ما چند وقت در بالای خودمون کار کردیم، مواد جمع کردیم. اولین کتاب ما با همراه استاد پروفسور اسماعیل شمس‌الله با نام استاد زنده یاد چاپ شد. انا بعد همین چیز بدیل من جا شد. بعد با نوشتن مقاله ها سر کردم، چندین مقاله ها. وقتی که این چیزا شد، حکومت شهر حصار، شعبه معارف جاش جنت شود خلیل میرزایف بسیار سروری خوب بودن. 21 سال مدیری معرفی کردن و قدر آموزگاری اصیل میرسیدن و قدر راهبری اصیل میرسیدن. ما رو با عنوان علوچی معرف پیشنهاد کردن، جایزه پرزیدنتی پیشنهاد کردن، از دست جناب عالی گرفتیم. اردوی دوستی پیشنهاد کردن، کارمند شایسته پیشنهاد کردن. بعد با همین بنویسان سر کردیم. با من دستگیری جناب عالی این مملکت و این خلق و ملتش که همه امکانات پیدا شد، ما مردم تاجیک جهان رو میگردیم، امروز اونجا تجربه میگیریم، خدا ما رو معرفی میکنیم و ها رو آرد معرفی میکنیم. من قریب همه گوشه کنار تاجیکستان رو گشتم. دوره که دیرکتور مکتب بودم، در وقتی کانیکول دیرکتوری مکتب رو میبردم، معلمام رو میبردم، جای تاریخی رو بدخشان رفتیم، ختلان رفتیم، دیگه جا رفتیم، سوق رفتیم، یگون جا نمون، همه جا رو دیدیم. با جمعی هم پیشه ها. بله همه جا با یک چیزا گرفتیم، انا نوشتیم، جهان گشتم. هندوستان 5-6 مملکت گشتم، 5-6 شهرش گشتیم. خیلی مملکت عرب بودیم، اسرائیل بودم، ترکیه بودم، دیگر جاها. یک کتابی که با نام سفر کردم جهان دیدم نوشتم. نه فقط او نوشت با عشق و مهر و اخلاص از دیده ها و شنیده هاش، از زندگی نامه او نیز نوشتند. چون دیدن کار و پیکارش را بی‌غزن، چون دیدن حضورش را مبارک و پرمحتوا، چون دیدن حسن بیانش را بکر و تاثیرگذار، چون دیدن اندیشه هایش در مورد تعلیم و تربیت سبز و سازنده، چون دیدن که با زحمت 50 ساله آموزگاری طرف شاگردان تربیت کرده که ریشه خود را برآوردند همچو سر و در ساختارهای گوناگون شرفمندانه وطنسازی می‌نمایند و با استاد خویش می‌نازند، درباره او نیز نوشتند. از کوشش و تلاش،
از طلب و پرخاش‌هاش در روند تعلیم و تربیه نوشتند. برای دیگران، خاصه برای آموزگاران جوان نوشتند. خاطری بهی کار با امید عالیگی فردای زندگی در دبستان. شما قانع هستید از مقامی که در زندگی دارید و از جایگاهی که ایجاد شما دارد. من باور کنید از زندگی خود 100% رضا هستم. هزار مرتبه شکر. شاید که خدمت پدر من درست کردن نتونسته باشم، چون که پدر بارخت از دنیا گذشتن. من باوری دارم پدرم از من رضا هستن، چون که فرزندای من درست تربیت کردم، درست خواندم. همین خدمت پدر است. شاید که خدمت مادر را، خیلی مادرم 87 در اومده گذاشتن نکرده باشم، در همین جا وای هستم. لیکن حال این خدمتی که برای ملت کردم، برای وطن کردم، حالی من خودم را قرضدار میدونم. آن مکافات، آن عنوان، آن احترام، آن حرمتی که دولت، خلقم برای شاگردانم برای من کرده ایستاده است، من تا مردن در نزد این وطن، این سرزمین، مخصوصا این سروری دولت قرضدار هستم. استاد، خوشی‌های بی‌زوال زندگی چیست از نگاه شما؟ خوشی‌های بی‌زوال زندگی پیش از همه تنجی زمانه، تنجی وطن. وقتی که وطن تنج باشد، زمانه تنج باشد، اویله تنج باشد. تربیت خوبی فرزندان، تربیت خوبی شاگردان، تربیت خوبی همین ملت جاناجانی هر یک ملت، از اون ملت تاجیکستان هستیم. خوشی‌های زندگی را با کوشش‌ها، با عشق و مهر و اخلاص لایق گردیدن. یک روزگار خوب و خوش و بتشویش به سر میبرند اهل خانواده با احترام گذاشتن در شخصیت یکدیگر. در این سن مبارک زندگی گل میشکفد برای جمال‌الدین شمس‌الدین با حضور این عروس نازنین. در زندگی یکدیگر را پر کردند، با بوده قناعت داشتند، برای بهی زندگی مهنت کردند و زندگی چرخاندند. فرزندها را خوب و شایسته تربیت کردند، تعلیم دادند و امروز از حضورشان افتخار دارند. باغ و راغ بنیاد کردند، عزت همسایه را پاس داشتند و احترام را لایق گشتند. راست رفتند، راست گفتند و راست ایستند. یعنی مگر همین نیست موجب بودن و معنی آمدن و رفتن در گلستان وجود بیننده ما؟ پس حوالش باد.